خوشا به حال کسانی که در راه مسیح شهید شدند، زیرا روح خدا میگوید حالا دیگر از تمام دردها آسوده میشوند و به خاطر کارهای خوبی که کردند پاداش میگیرند. آزار و اذیت برای مسیحیان امری است عادی. همه کسانی که میخواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید. از اینکه به ما و عقیده ما توهین می شود و بی جهت مورد آزار و اذیت و در معرض مرگ، زندان و شکنجه قرار می گیریم تعجب نمی کنیم و نمی ترسیم، چون این جامی بود که مسیح خداوند نوشید و همچنین رسولانش و حتی ما حاضریم به خاطر نام مسیح بنوشیم. ما مسیحیان فقط به این خاطر در معرض خطر قرار گرفته ایم که پیغامی از طرف مسیح خداوند داریم. آن پیغام به ما این است که انجیل را نه تنها در ایران بلکه به تمام دنیا باید اعلام کنیم. این پیغامی است از طرف خداوندمان عیسی مسیح به ما و ما به عیسی مسیح درود میفرستیم و پیغام او را به دنیا اعلام میکنیم. این پیغام اینقدر مهم و با اهمیت است که ارزش آن را دارد که جانمان را برای آن بدهیم. آزار و اذیت دیدن به خاطر مسیح یکی از نشانه هایی است که ثابت می کند جزء برگزیدگان خداوند هستیم. همه رسولان و همه کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند از این مشکلات آگاه بودند و ما نیز آگاهیم و هراسان نیستیم، چون خدا با ماست. حال خطاب به حکومت کثیف اعدام و کشتار اسلامی ایران: زندانیان مسیحی، عقیدتی و سیاسی را باید آزاد کنید. ماشین کشتار اعدام و سرکوب مخالفین و منتقدین را باید متوقف کنید. وای به حال شما ریاکاران! شما مانند قبرهای سفید شده‌ای هستید که ظاهری زیبا دارید اما داخل آن پر از استخوان‌های مردگان و کثافات می باشد. زیر آن عبای کثیفتان دلهایی دارید پر از ریا و گناه. 34 سال است ایران را به آتش کشیده اید. بدانید که روزی به آتش کشیده خواهید شد. گوش فرا دهید به ناله های ملت ایران، ملتی که آنها را گول زده اید، به ناله های کارگرانی که حق آنان را نادیده گرفته اید، به ناله های پدران و مادرانی که فرزندانشان را به ناحق شکنجه، زندان و اعدام کرده اید. وای به حال شما! ناله های ایشان تا به آسمان بالا رفته و به گوش خداوند متعال رسیده است. از زمان رویکار آمدن جمهوری اسلامی ایران به رهبری خمینی دجال تنها دستاورد این حکومت غیر مردمی و استبدادی فقر، فحشا، بدبختی و روز به روز برای مردم و گسترش تروریسم در خاور میانه و منطقه بوده است. فقط در فکر این بودید و هستید که انسانهای بیگناه را که قادر به دفاع از خود نبوده محکوم کردید و آنان را به ناحق اعدام کردید. حال با روی کار آمدن دولت جدید بنفش رنگ شیخ شیطان حسن روحانی نه تنها حکومت کثیف اسلامی قدمی در جهت بهبود حقوق بشر برنداشته است، بلکه دستگیری مسیحیان، زندانیان سیاسی و دیگر اقلیت‌های مذهبی روز به روز افزایش پیدا کرده است. ماشین کشتار کثیف اسلامی ایران به رانندگی آخوند پست لاریجانی سرعت بیشتری پیدا کرده. وزیر فریبکار دولت کثیف بنفش با کمال پررویی و در عین وقاحت در مجامع بین المللی اعلام می‌دارد که در ایران زندان سیاسی وجود نداشته و اعدام سیاسی وجود ندارد، در صورتی که از زمان روی کار آمدن دولت بنفش شاهد اعدام‌های سیاسی بیشماری بودیم که آخرین آن غلامرضا خسروی مظلوم بود. او تنها به خاطر ارتباط با گروهک‌های مخالف حکومت
بعد از زندانی شدن سالیان دراز به جوخه اعدام سپرده شد. روحش شاد. من با شعار سرنگون باد حکومت کثیف جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی، ننگ بر حکومت اسلامی، سخنانم را به پایان میرسانم. زنده باد آزادی.